اتفاقی که افتاده دیگه من که دیگر اوه کوری مگه ببخشید. نه بابا چقدر عوض شدی. بله دیگه حرفاتو خوب گوش شدم یاد گرفتم. ازت امتحان میگیرم ها. بپرس میخوام شرمندت کنم. کسایی که بهت ضربه زدن چه طلب بخشش کنن چه نکنن میبخشمشون رو بهشون عشق میدم چون خودم لایق آرامشم. یک انسان قوی انسانیه که تمام اتفاقات زندگیشو پذیرفته و بابت همه چی شکرگزاری میکنه. تموم آدم ها تمام آدم ها معلمای ما هستن و بهمون درس میدن حتی اگه اون درس اذیتمون کنه. زبان کائنات زبان کائنات انرژیه. یعنی ما باید همین الان حسی رو داشته باشیم که انگار به آرزومون رسیدیم. اینجوری طبیعت زبانمون رو میفهمه و بهمون گوش میده. و از همه مهمتر اول باید عاشقه تو باشم. درست نه چه خوش آمد قبوله. یه معلم باید جلو شاگردش جوری رفتار کنه که شاگردش یاد بگیره. الان انقدر زبانی نشو شکرگزاری کن.